مادر چرا چنین زاد مرا، در چار سوی عذاب ره داد مرا. از سینه گرم خویش بیرون کرد، در سینه سرد خاک بنهاد مرا. بعداً السلام علیکم دوستان عزیز و مهربانم، شخصانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. امروز خواستیم بهرتان قصه کلینی را که از زندگی خود قصه میکند بهرتان پیشکش نماییم. میگوید جوان دختر یتیمی غیر از مادرش کسی نداشت. شوهر کرد بدبختانه شوهرش نهایت مرد درشت خوی بود و در حقش خیلی ظلم و ستم میکرد. نه تنها شوهرش، حتی اهل عائله‌اش نیز با او معامله بد میکردند. شب و روز مثل خدمتگار کار میفرمودند، ولی با وجود آن دشنام و اذیت زیاد میکردند. بعضا حتی میزدند. زنی بیچاره از ناچاری به مادرش شکایت میکرد، ولی مادرش یگانه کمکی که از دستش می آمد همراه گریه کردن بود و خلاص. به همین حال 10 سال گذشت. مناسبت شوهرش به اهل شوهرش بدتر شده بود. روز مادر آن زن ستم دیده بیماری وزدین شد. احساس کرد که مرگش نزدیک است. زن گریه کرد و گفت مادر جان، تو یگانه شخصی هستی که مرا دل برداری می کردی، پس من به تو چی کار می کنم؟ مادر گریه کنان گفت اگر پس از مرگ من دلت تنگ گردد به خانه ام بیا، رکعت چند نماز بخوان و هنگام سجده درد دلت را به الله بگوی. میگوید بعد از چند مادر از عالم چشم پوشید. پس از گور و چوب مادر یگانه شخصی تسلی دهنده زن گویا در عالم تنها ماند. دیگر کسی نمانده بود که دل خالی کند، از حال بدش شکایت کند. از روی وصیت مادرش هفته 1 مرتبه به خانه مادر می آمد، نماز می خواند و به الله تعالی راز دل می گفت. چون 1 ماه با این منوال گذشت، اهل خانواده شوهر این روای او را پی بردند و به شوهرش گفتند همسرت به خانه مادرش می رود، در حالی که آنجا کسی زندگی نمی کند. غمگین می رود ولی شاد و تبسم کنان بر می گردد. حتما با کسی وا می خورد. همسرت به تو خیانت کرده ایستاده است. شوهر از این سخنان در غضب شد و قرار کرد که همسرش را هنگام خیانت دستگیر کند. روزی که همسرش به خانه مادر رفت، آهسته از قفایش رفت، دید که همسرش طهارت کرده و نماز آغاز کرد. سجده دور و دراز می کند. بی صدا نزدیک شد، شنید که در سجده گریه می کند و می گوید پروردگارا، شوهرم را هدایت کن، اهل عائله‌اش را هدایت کن، آنها مرا اذیت می دهند. پروردگارا، با قلب شوهرم رحم انداز، مهر انداز. من او را دوست می دارم، ولی او به من تنها درد و رنج می رساند. هیچگاه از او سخن پرمهر و محبت نشنیدم. من او را می بخشم. پروردگارا، تو هم او را ببخش. از این سخنان شوهر به گریه کردن آغاز کرد. زود رفته همسرش را به آغوش کشید، از او عذر و بخشش پرسید و وعده داد که دیگر ظلم نخواهد کرد. همان شب زن در خواب دید که شخصی می گوید نزدیکترین انسان برایت مادرت بود، با او 10 سال شکایت کردی
ولی او به تو نتوانست کمکی نماید. همگی یک ماه به الله تعالی شکایت کردی، الله تعالی دعایت را قبول کرد و مستجابش کرد و حالت را به بهترین حال تغییر داد. بدان که رحمت الله از رحم مادر نسبت به فرزند نزدیکتر است. سبحان الله که با یک دعا حالت بنده اش را تغییر می دهد. سبحان الله که به ما از مادرمان مهربانتر و نزدیکتر است. ولی دوستان عزیزم، ببینید که با یک دعا کردن الله متعال زندگی دختر را تغییر داد. خطاب من به سوی دخترانی هست که در چنین زندگی ها قرار دارند. خواهش کردم می شود که یگانه کاری که شما می توانید بکنید تنها به الله خویش راز و نیاز بگویید. هر چیزی که در قلب خود دارید الله متعال میگه مرا دعا بکنید، یک بار دست به سوی من بردار، دعا بکن و دعای تو را اجابت میکنم، قبول میکنم. در آخر یک چند مصرعی برای مادر در وصف مادر میگوییم: جهانی را پی اعجاز دادن، فضایی را پی پرواز دادن، شما را مادران زادن، روز زمین را همچو پایانداز دادن. ایا مادر، مادری من تو بودی، گل اول بهاری من تو بودی، نکوشد چشمه شعر و سرودم، زیبس سرچشمداری من تو بودی. ایا مادر، تو را یاد کردم، در تنهایی چشم می پوشم و صدای خنده هایت به گوش می رسد. وقتی چشم می کشایم این صدا خاموش می گردد، زیرا این صدا تصور از خاطراتم بود. تو را یاد کردم مادر جان. این چگونه سخنهای برایت بگویم تا تو در نزدم حاضر شوی و تو را آغوش بگیرم، سرم را بالای کتفانت گذارم و راحت کنم. آه مادر جانم، چشمانم از یاد تو همیشه نم هست. چقدر وزنین، چقدر مشکل این دوری از تو هست. تو را یاد کردم مادر جان. بیا مادر، دست بر سرم بگذار، دلی مثل موجهای دریا پرتلاطم گشتم را آرام نما. بیا که من با تو راز دل بگویم مادر جان. ای رحمت خداوند، تو بزرگترین شخص حیات هستی، زیرا با این همه بزرگی مرا بزرگ کردی. ای جنت پروردگار در روی زمین، تو وسیله خوشبختی حیات من، زیرا تو مرا بزادی، بهر من شبها در سر گهوارم نشسته بخوابی کشیدی. دو جویبار شیرت را از من دریغ نداشتی. تو را یاد کردم مادر جان. تو مثل گل هستی، از بوی خوشت جهان معطر است. ایا مادر، تو را یاد کردم. از این دوری دلم شکسته است مثل نماز مسافر. اینک رسیدیم به پایان قصه دوستان عزیز و مهربانم. از شما خواهش کرده می شود ویدیو را به دیگر دوستانتان بفرستید و فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید که چگونه ویدیو برای شما پسند است، در کدام موضوع باشد، و بنده کوشش میکنم که بهرتان بهترین قصه ها، بهترین سخن ها را پیشکش نمایم. با شما بودم بنده عبدالله. یک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خواهش من تنها همین است که در حق بنده به دعا باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. یک برادر در یوتیوب کانال گشوده است به نام خانواده نمونه. از یک شما خواهش کرده می شود که در آمده در کانال برادر آبونه شوید و ویدیویشون را به دیگر دوستانتان بفرستید و فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیوش بنویسید. دستگیری شما پیشروی ماست. السلام علیکم و رحمت